واقعی یا حکایت فرقی نداره. نکتهش میبره نه داستانش. عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده وارد شد. دید کاسه ای نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه در آن آب میخورد. دید اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی بر آن می نهد. لذا گفت عمو جان چه گربه قشنگی داری؟ آیا حاضری آن را به من بفروشی؟ رعیت گفت چند میخری؟ گفت 1 درهم. رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش داد و گفت خیرشو ببینین. عتیقه فروش پیش از خروج از خانه با خونسردی گفت عمو جان این گربه ممکن است در راه تشنه‌اش شود، بهتر از کاسه آب را هم به من بفروشی. رعیت گفت قربان من با این وسیله تا به حال 5 گربه فروختم، کاسه فروشی نیست، عتیقه است. دیگران را احمق فرض نکنیم.